салом алейкум дӯстони азиз, шумо барномаи шинубинро тамошо доред, барномаи навбатии шинубинро. Ва мисли ҳар вақта ман умедҷони султонзод, Насриддин Асадуллоев, Субҳон Каримов, ҳунарманди театр ва кино, ва бародари азизи мо, ҳунарманди театр ва кино, Иброҳим Лиюсуф. хушомадед. шумо салом арз мекунем. Салом. меҳмони барномаи мо ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Нурулло Абдуллоев меҳмони барномаи Шинубин ҳастанд. Марҳамат устодро. Марҳамат устод. Устод Марҳамат устод. Ассалому алайкум. Хобу ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд. Азавашон пури қанд. Омаданам беғараз панд. Бари боло. Қиссаҳояшон пули қанд, овардан беғараз панд. Хушомадед устод. اگر فکر کنیم هر چند نه قند هست نه پند. احتیاط کنید که نخورید فند. استاد ناس شکر سلامت باشید. همین قدر ممکن است که من همینم کشویم بعد استفاده بریم از این. البته البته که پندای استاد خواندم برای ما، برای تمام تماشاگران، پندایی که در همون بغرض پند ما استاد رو میشناسیم، تمام تماشاگران هم با فکرم که استاد از هم بغرض پند بسیارتر میشناسم و پندای رو برای ما خواندم. چطور کنم استاد؟ پندها خنده عینک پندها خندند لیکن او منالوگو او چندان خندیسه نمودهای گوناگونی اینو بینی، توار، تشه، حرا، بلقا، خلیط ماشین، کامera، کتاب. او جلد یکم داشتیم دادو 2 3 4 5 6 124 سلام میخوایم برای تماشاگران. یک سلام علیک شما. اگر از روی گفته بغرض پند گیریم، السلام علیکم عزیزان دل و دیده من. اینک ما باز با شماییم و امروز بغیر از بغرض پند همراه من این دیگه های ششتند که من چون خودم به هوشیاری همش باوری کامل ندارم. اصلا هنرپیشه باید کدام بزرگ میگوید که هنرپیشه از 3 نقطه باید دیوانه باشد. یعنی یک دیوانه که در صحنه، یک دیوانه دیگر که در قطار 7م 6 و این دیوانه تماشا میکند و با دیوانه 3م که از بالا و این تو دیوانه نگاه میکند، یعنی رژیسور. دل و دیوانه شد، دیوانگی هم عالم دارد. یک مدت هم خپ کرده بودیم، هم بغرض پند خپ کرده بود، هم در فیلم ها ما شما رو کم میدیم، در تئاتر ما شما رو کمتر میدیم. در این مدت ها در کجا بودید استاد؟ همین خیلی زمانی میشد از افتش هر یک هنرپیشه وقتی که درسی به یک سن و سالی معینی میرسد به دشواری ها البته دچار میشد و من یاد دارم سالهای آخری زندگی عطا جایشان جنت. گپ در این که آن کس هم حتی یک اینترویوشان شنیدم که میگفتن من حاضر به اسب نو از جو برآورده مانندم. یعنی حس میکنم که قوتم هست، قدرتم هست، میتوانم نقش‌های اجرا کنم، ولی متاسفانه خودی وقت همین خیلی آمده بود که در همون وقت ناآرامی در جمهوری بود
و انا همون مردمی که در این مدت یعنی بعضا ما و شما هم به این قطار می درویم، یعنی آرزوهای خودمون عملی کردن نمی توانیم. انا همون وقت همین خیلی وقت هم بود، همون زمانی که اتاکا گویا که بیکار موندن، تئاتر کار نمی کردن، کینوها از بین رفتن و همین خیلی از افتش به این نسل ما که امروز با من این بیماری پاندمی ناقلای برآمد و شاید سبب‌های دیگری بیان باشد، همین خیلی هم شد که هم بی‌غرض پند گویا که خاموش بود، هم در تئاتر من چندان نقشوی گویم که اجرا هم نکردیم و بعد این چی شدنی کسلی بعضا دعوت میکردن به جمهوری های دیگر و این کارها همین خیلی خوب رفته ماندن. مثلا سیناری های من در بسیار جایها همین خیلی نیمکاره مانده است، هم در قزاقستان، هم در گرمانیا، هم در یک گوشه کانادا که اونها از روی همون چی من فیلم گرفته. در کانادا فیلم از روی اثرش کدام اثر؟ این اثر من سالی 1995 نوشته بودم و آن نام داشت مسافر یا خود کجا روانه. مقصد همین است که در اون سیناریا یعنی همین زمینی که ما به دنیا آورده است، ما پیدا کرده است، میخوراند و میپوشاند، یک روز به کدام یک نموده به نزد من، به نزد ما بیاید و به ما سوال کند که من توی پیدا کردم، خوراندم و پوشاندم، لیکن تو با من چی کار کرده ایستادی؟ انا همین کجا روانیم، از همین چی پیدا شده است و این پراست یک پاره یک از آیت های بیبلیا. همین کجا روانیم همین خیلی یک آیت دارد، از همون گرفته شده است. دوستان عزیز، شما برنامه فرهنگی و فراغتی شین و بین رو تماشا کرده ایستاده اید با اشتراک هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد نورالله عبداللهیف. خوش آمدید بار دیگر استاد. استاد یک بازی میکنه، بازی نام دارد ناوشنیک. شما ناوشنیک در گوشتون میمونید، در یک طرف استودیو در اون طرف راست میستید، ما از این طرف به شما کلمه ها رو میگیم. شما باید از دهان ما فهمید که کلمه ها در اینجا موسیقی میشه، شما صدای ما رو نمیفهمید. شما باید از لبای ما فهمید که ما چی کلمه ها رو میگیم. هر یک کلمه که یافتید، چند کلمه که یافتید، اینا 2-3 بار حق دارن که همون رو گویان، همون کلمه جمله. اگر که یافتید با شما با در بالانس تلفنتون 5 سوم برای هر یک کلمه یافتگی گذرانده میشه. بازی میکنید؟ خلاتان میرسه. اگر نه کلمه ما بسیار نیست میرسه. خود نیافته، کسی که نیافته 5 سوم در این حالت مسئله رنگ دیگر دوستان قند و پند. قند و پند. نه فهمید یه بار دیگه قند و پند. کی چندو؟ قند و پند. از من؟ قند و پند. چی؟ نیفتن نسلی علیش کردن. قصه غمگین رنگین. نفهمیدم. پانسو از من فاسو کن که مزن نیست. مزد نیست. خرید مزن نیست. چی با مزد نیست؟ کجا روانه ایم؟
گمان میکنی من میدونم کجا روانه. حسن شینوگی با چی؟ برنامه شینوگی با چی اصلا نمیدونم. برنامه شینوگی برنامه شینوگین برنامه شینوگین مکریزان جوی ارزان حاضر با خود بیا. مکریزان جوی ارزان با کدوم؟ مکریزان جوی ارزان صبحانی کل صبحانی کل سبحان تیگو. صبحان کل سبحانه. صبحان کل بچه سلطان مراد بچه سلطان مراد دوزم بیشتر درباره این مایلش محکم کنید و من بدانم. شنوبین محترم نورلاکه لحظه های شیرینی که بیغرض پند رو میکردیم من خیلی فراموش نمیکنم، لیکن لحظه های شیرین بود برای من که ما با یک همدیگر کار میکردیم. من از شما سوال دادنیم که از همه کارهایی که کردم یکان ذره پشیمانی دارد یا نه؟ این که سنگه اهلیدین هنرمند تئاتری بله بله بله. نه پشیمان نیستم از اون کارهایی که با اهل دین کردم و خودشم همون وقتم من بعضی منالوگو همون وقت نوشتم و برای همین اهل دینم از همون وقت سرکردگی بودم. همین که یک چی داشتم با نامی همین که و منالوگم همین خیلی بود که یعنی که در توی یک برنده خیلی خوب گپ زده ایستاده است. اون سالای خیلی مشکلی و بود 100 جان بدهی ادب خری ارزانه. از بیادبی کسی به مقصد نرسد زیرا که از ادب بیادبی کسی به آن همین روبایی میگوید که یکی از اون کنجوای میخیزد این همون با ادبی جانش میفروختگی تی یعنی ایجابی ها ایجابی اومد تی بینا و اینجا خیسته بیره برنده تک استال میداد دران پینان میشه. همین صحنه وای میکردیم در حقیقت و در همون سالوی خیلی مشکل هم بود. اکا الدین بازی میکنه. بله 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 همون برنده سوال نوبتی استاد شنوبین سلام عرض میکنم و هنرمند اصیل تئاتر ترکی آقای نورالله عبدالله. در سال نو با شما پیش از همه صحت سلامتی میخواهم، پولداری‌های ایجادی میخواهم و از شما سوال کردنی هستم که در این سال توفای سالی 2021 چه نقشه‌های ایجادی داره، چه در سینما چه در تئاتر. بسیار میخواستم از بودباری هاتون گپ زنید، از آن که در سینما چقدر موفق شده، از آن که در تئاتر تاجیک همه شما را دوست می‌دارم و باشد که همون برنامه دوست داشته مردم تاجیک بی‌غرض پند را از سر تیار کنید و راسته تلویزیون با محبوب پیشکش نمایید. باقی صحت سلامت باشد استاد عزیز آقای نورالله عبدالله. موسیقی فانش رو نقض بدن بله بله. این نفر دیگر سلیمانова آخرین فیلمی که ما یک جای حتی در یک فیلم این آخرین فیلمی طاهر صابیروف کمال خوجندی که اون فیلم نبرآمد متاسفانه و ما یک جای بازی میکردیم در این فیلم هم ارتق جان هم اونجا بودن
و از بعد خودی با اوله دلبرجان من خیلی نزدیک شناسم و بارها از دسترخوانی و نان و نمک چشیدم و همچون انسان هر دو یکشان هم فرزندانشان خیلی انسان‌های خوبند، خیلی انسان‌های خوبند و از همه وقتم خیلی دوست می داشتن همین بی‌غرض‌پند. من حتی همین چیز خودشان حافظه نفس اکتریس خوب هستن و من هم با اون کس موفقیت آرزو میکنم. عموما حالی چه خیلی که اول گفتم همون دوره دوام این چند سالی آخر با وابسته به این کسلی پیش از این پیدا شدن این کسلی خیلی فعالیتی خوب داشتم، یعنی که اگر در تئاترم که کار نکنم در فیلم ها کار میکردم، می نوشتم. نوشتن هم من بس نکردم، نوشتن هم پیسه ها هم حکایه ها هم من این منالوگ ها، یعنی که فعالیت ایجادی یعنی که رفته ایستاده رفته ایستاده. معلومه جان دارم جواب گرفته باشید اگر به سوالتون و ما شما رو دعوت میکنیم که شما هم یک روز مهمانی برنامه ما شوید. شنوبین سلام عرض میکنیم به استاد ارجمند، همچنین به تماشابینان برنامه شنوبین، به امید جان، به نصرالدین جان. البته که سالی سپری شده بسیار یک سالی وزنین بود، همچنین برای مردم سیاره، برای مردم شریف تاجیکستان. درهای کینوی تاجیک، تئاتر تاجیک، صنعت تاجیک البته مدت محکم شدند. ما یک چند ستاره های صنعت تاجیک را نیز از دست دادیم. در این مورد میخواستم از استاد فکر و اندیشه هاشون را فهمم در این مورد. و استاد، سوال اساسی ما این است که آیا استاد احتیاج به طبیبان پیدا کردن در این مدت؟ در آخر میخواهم که آرزوی همیشگی ما طبیبان البته سالمی جامعه است، جامعه سالم باشد، ما طبیبان نیز سالم هستیم، موفق و خانه آباد باشد. خدا کاش شود که این بیماری از سر تمام انسانیت دور شود. باقی خدا نگهباند. خود این نفر شناخته کی است؟ این نفر همون طبیبی که محمد جان حسین، همون طبیبی که مراجعت به دیگر طبیبا کرد که بیاید و بای کنید و در آخر جناب عالی قدر کردن، خانه توفه کردن و با پیشنهاد جناب عالی دانشجو شد، دانشگاه تیوی. این همون نفر است. و این پاپوشی که میبینید این نداره انا پاپوشی همون نفر است که در همون اکران برآورد گفت که صفحه هم دکترایش هم که نمیگه، گفت که اگر همون طبیبای گفت همین پاپوشی، اگر پاپوشی همون طبیبایی که امروز برای مردم در وقت اوج پاندمی گفت که اگر خدمت اگر پاپوشی همونا باشه، گفت من همین پاپوشی طوری سرم میکنم. گفتم خیلی یک با مثل یک مونولوگ بوری هم یک چیزی درد دلش گفته بود و همین مردم هم خوب قبول کردن. من بسیار خصوصا درباره طبیبان خیلی بسیار میخونم برای با افاده با افاقه آوردن خصوصا همین صحنه‌چه های بی‌غرض‌پند. اینها با من خیلی یاردم میکنن، زیرا که از پاکیزگی اینها بسیار چی وابسته است. همون خیلی که مثلا هنر خریده نمی شود، مثلا اکتور با پولی پدرش نمیدونم با پولی بابایش اگر وای آورده به دانشکده ماند، وای دانشکده تمام کند، وای در گالیوود بوده کینو بوده کینو سیون که وای تا اون دمی که این آدمی که برای وای یک سوم داده و وای تماشا میکند خودش خسته باید تعظیم، کاری وای بیهوده است. همین خیلی دیگر طبیبان اگر در اینها ناپاکی پیدا شود، این بدبختی کلان جامعه است. برای جامعه از این بدبختی کلان نیست. لیکن وقتی که طبیب، دستان طبیب، فکر طبیب تازه باشد، اون وقت خودی جامعه هم تازه می شود. شنوبین سلام علیکم.
سوال با نورالله عبداللهیف. از یگان لحظه های خاطرمان که بهترین لحظه ها بود در حیات شما قصه میکرده؟ یک لحظه کوتاهی همی وای زندگی ده. لحظه کوتاهی دوید گردنی فتولا میدونیتون برای چه دراز است؟ نه فتولا عبداللهیف کنو کنو برادری همین آدمی که ما اینجا برادری همین نرزلا برادری او فرزندی یکمی برادری من است، فرزندی کلانی. همین ما از درم آمدیم تیرما علاقه حولی ها گویا که همه چی وای بعد از درم آمدیم یک سه چهار کس از بس که نزدیکتر بود گفتیم که حولی ما میریم ابید همونجا ببینیم با درم میریم گشتیم در خانه شکرام آوردیم خرای روی حولی سر داده بود. بعد خودمون رفتیم لوینه کمپیر مادر همه تغییر کنیم. ما بچه های سینفی 19 قریب تمام کننده این فتوه فرزند یکم آخیر فرزند یکمی اکیجان اکم خیلی چشم بلند آبرویش این دو کردیم من خرد سوار کنیدم مایده چه کوده که یک دو سه ساله خیلی ما سوار کردیم خرد رفتیم خودمون اونجا پدری من در او کنجک کشته و وقتی نماز در عبید آخر ما اومدیم بعد اون کس در همون نهری خانه تورت کردن همونجا صرفه بود ابو جایی که حضور خانه همین نرزلا همونجا صرفه ای بالوی همون در نماز میخواند میسوید یکی همون الله اکبر و میمورد گیرتون باید فرقلو بند خیر گردنش بود نیه وای همون بالوی خر سوار خر تگی درختا که دیگه است یک کوشه سیو از همینجا در اومده است همین چی خر ای تگی وای بر اومده رفت است یه همون کشور من دیگه گردنش درست لحظه شیرین شین و بین استاد نورالله عبدالله در رو بر رویم حالا نگهبان شما باد خداوند تعالی. منم حسن چیله گویم سؤالی دیله در مدت کارگردانی از شما ندارم گیله اگر ما یک جایه باشیم چپه میکنیم فیله یک لحظه خاطرمان شیرین در برنامه شین و بین نقل میکردید شما همراه چقل قیامدین یک لحظه که شیرین باور نکنی مرا بین در برنامه شین و بین. حسن چیله سلامت باشید برادر دیدگاه ما مردم خوشحال با خدا سلامت باش حسن جان این هم یک لحظه خوشحالی گفتن می‌فرستی انا گردن این ارزلو برو چی داره هیچ چی کلشه قیامدین چقل ها لحظه همراه قیامدین چقل گفتن چون استاد کمدی چقل نگفتن نمونه تماشابیون نفرایی که اگر نمیدونن که بسیار نفرا میدونن استاد کمدی چقل پدری من سلطان مراد مهین بنو حسن و استاد نورالله عبداللهیف شادروان احمد شاه الفتشویف خب از یاد برآمدگی شو گفتن قربانی غلام حیدرشویف سویتا نوروز و سرس کورسشون ابراهیم الیاس نه همشون یک کورسی بسیار موفق هستند کورسی عجایبی بود در حقیقت تونی تئاتر این عجایب جمع شد کورسی من کورسش که در حقیقت درباره این یک رمان نوشتن ممکن است همه کارهای جمعیتی دانشکده دستی ما بود
کمسارگو پرتارگو گروپارگو رئیسی مهمان خانه و چینان دارد خوابگو همه و نیم سال اول معلم ها همه از ما میگریختن برای چی؟ میزده نه؟ خودشان با گمانم شرم داشتن که از ما بایدتر بود یعنی همین کورسی وای اومد همون سال همین کورسی تئاتری جوانان آمدگی بودن تئاتری جوانان بالا بود و همین جوانان قربان حامدوف والد اسلاموف آمدن معلمی یک بازی دیگر داریم زنگ به دوست است استاد شما با یک نفر زنگ میزنید در مانیتور مثلا موضوع هم خیلی شد شما یک مونولوگتون هم پیشنهاد میکنید یا بابا با وقتی که از مانیتور ما شما نشون میدید که در مانیتور چیزی که پیداش اونجا بخونید مثلا چی وای با شما مانیتور حالت قبول میکنید خواندن حالت بعضی حالت میتوانید که از موضوع هم برایید اونجا مثلا اونجا میشه که شما میتوانید از موضوع برایید مثلا همون چیزی که مانیتور از شما طلب میکنه همون حالت باید شما وای کنید میرم خب شما زنگ زنید استاد با کی زنگ میزنید؟ با سیده با دخترخانه کم که خودش رئیسیوری کارگردانی انا حاضر من پند پیرانی پر تدبیر که نوشتم آماده کردم همون کمک به تو میخوانم تو به دقت گوش کردن گیر درود به تو ای عزیز من عمر را میدان غنیمت هر نفس چون رود دیگر نیاید باز پس من شناختی که من کیم الو من شناختی دوامش گوش کن هیچ کس از خود قضا را رد نکرد هر کی راضی از قضا شد بد نکرد اینک در باب غنیمت شمردن وقت و طلب نیکنامی و فضیلت آن ای عزیز بدان که عمر آدمی چون برق در گذر است و وقت زندگی معذرت میخواهم من حاضر هر ساعتی که از عمر تو میگذرد جوهری بی بدل است من گوش کرده ایستاده ای سیده جان من با دقت قیمت وقت بباید شناخت زیرا آن را برگرداندن هیچ امکانی ندارد دمی که می گذرد از آن نشان مجوی زیرا که چرا که الچی عمر به نشان می گذرد از زندگی آن چی رفت در آینده این بین میانی گذشته و آینده وقتی است که آن را حال میگویم تلفن ترسید باز زنگ میزنیم این باری دیو ملکه نمیشه ملکه دختر چه بده از این زیادتر سال بس الو این تلفن چی بایی خیلی میشه با گمانم این صاحبای تلفنم دیوانه شده گیان از جمله منم کم کم از روی این اون چی که در اینجا در اطراف من جمع شده گیان دیوانه بسیار من خودم هم از این حاضر من دوامش بینم بعد سیده جان او چی بود توی محمد گفتی میبیان نامد من محمد حاضرم گم دویده میبیاد من اینو خودم از چیزای خوجت رو روی میکنه که بود خوجتو خوجتو همون چیزای من هم شایدتر همون محمدی مو اون действительно اون گینی حالی ما واخوریم چی میکنیم لیکن کمتر به ترتیبی دارد که این همین من
کرنگ میکند امی چی های من. انا سیده جانی من این کار عموما اگر پگاه سحری و جیغ زند من گمان میکنم که برای همون یک شادی خیلی خوب میشد و من آفرین میگویم با محمد. بعد همون محمد گو که یکون پول مول نداره با من کمتر مبلغ در کار برای پگاه اگر بینیم که ها و از عهده این کار برد بسیار عجایب میشد. من تو دا برتر میفهمانم. یک دو جمله برای تماشابینه که مخلصای شما هستن شما رو تماشا میکنن گوید بعد با همه خیلی خوش میکنید. دوستان گرامی من اون چیزی که ما در اینجا امروز همراه جوان ها تشکیل کردیم من یک خواهش دارم که همیشه نسبت جوانان چندان سختگیر نباشید. گپ در این است که اینها خودی خندیدن و کسی را خنداندن این خودش هنری است که نه به هر کس میسر می شود و در هر چیزی که در نظر اول می نماید که گویا که این یک چیزی سبوککی وی است لیکن وقتی که نظر میکنید مهلت 40 دقیقه یا 30 دقیقه اینها نماندند که تبسم از لبان شما کنده شود این خودش هنری خیلی والا است. بنابراین من از همه خواهش میکنم از همه دوستان خود و اگر این چیز به گروه منگر کی میگوید بشنو چی میگوید که در گروه من است در فیسبوک همه تماشا کنید. من گمان میکنم خودی من شما نمیدانم خودی من امروز یک پاره نیرو یک ذره عجایبی گرفتم که برای خودی من خیلی لازم بود و اینها گویا که مرا از زمان یک چقوری یک چوهی که با آن افتاده بودم امروز این جوانان مرا بیرون آوردن و من ازشان منت دارم. سلامت باشید. سلامت باشید دوستان. هر وقت همین ذره در کار شید مرحبا برنامه شینو بین. دوستان عزیز با همین طبع بولیده امروز با شما بودیم در برنامه شینو بین. سبحان کریموف، ابراهیم لیوسف، نصرالدین اسداللهیف و من امیدجان سلطانزاد و مهمان اولی قدر برنامه ما استاد دوست داشتنی هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی نورالله عبداللهیف حضور داشتن. با افتخارشون ما از جای خسته کفگومی میزنیم و تشکر میگوییم. تشکر میگوییم. خیر دوستان عزیز و من هم به شما قرصک میزنم برای اون که از اینجا باز زنده میبرایم. شنو بین